اوه دارم میبینم دارم سکته میکنم. چی شد؟ رمضان بچه ماشین خرید. مبارک باشه. دارم اسودی دارم میبینم بخیلی دارم سکته میکنم. سکتری میگی؟ آره بزرگ ماشین داره چک بلند عوض شاسی بلند. شاسه بلند چک بلند نیست، شاسی بلند میگم. اینا رو ولش کن. برو آبخند بیار. آبخند چرا؟ پسرم در میافته. یعنی حسودی اینقدر در تو نفوذ کرد. بیا دعا خاله سراغ نداره. دوگر میخوای چیکار کنی؟ دعا کنم او را تصادف کنه. او برو بابا، گناه داره سر تو از اونجاش بکش بیرون. حداقل ماشینش خراب بشه رینگ پسندون بزنه. پول از کجا میارن؟ یا گند کندید یا تیراک میفروش. یه چیز بهت بگم، خودتو کنترل میکنی؟ آره این خونه رو دیدی؟ آره خریدن. یا عزیز عباس الان سکته میکنم. با تحتم از صلوات. در گذشته تازه مرحوم علت فوت حسادت زیاد